با سلام و عرض ادب خدمت مردم شریف عزیز کشورمون. همونطور که میدونید به علت کاهش بارندگی در سطح کشور هم امسال و سال آینده یک سال خشکی رو خواهیم داشت. پس بهتره که اقداماتی انجام بدیم که بتونیم حداقل از منابعی که در کشور وجود داره نهایت استفاده رو کنیم. یکی از ایده هایی که مطرح میشه استفاده از یا تبدیل مه به آب. ما همونطور که میدونیم در استانهای شمالی مخصوصا مناطق کوهستانی مانند دیلمان ما شاهد مه گرفتگی در طول سال هستیم. اگه ما بتونیم سیستم‌های اونجا طراحی کنیم که بتونیم مه رو تبدیل به آب کنیم و انتقالش بدیم به ذخایرمون، میتونیم تا یه حدودی به مردم روستای اون مناطق کمک کنیم. یا علی مدد.